أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 35 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 36 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السادس والثلاثون، یعنی درس 36. درس 36 به مثل درس های گذشته کلمه های نو دارد که این کلمه های نو باید حفظ کرده شوند. که این کلمه های نو عبارت است از اینه که صاحب کتاب میگوید ساعتون. ساعتون یعنی ساعت، اسم مفرد، جمعش میشود ساعاتون، جمع مؤنث سالم، یعنی ساعت ها. بعد از این میگه طبیبون. طبیبون یعنی پزشک، دکتر یا طبیب. جمعش میشود اطباء، یعنی پزشک ها، دکتر ها. این غیر منصرف است، تنوین را قبول نمی کند با سبب همزه الف ممدوده مؤنثه. بعد از این میگوید مریضون. مریضون یعنی بیمار. جمعش میشود مرضا، یعنی بیمارها. مرضا، بیمارها، جمع مریض است. بعد از این میگوید سطلون. سطلون یعنی ستیل یا ظرفی که در آن چیزهای آب یا شیر یا روغن گرفته می شود. سطلون ستیل. جمعش می شود سطولون، یعنی ستیل ها، جمع تکسیر. بعد از این می گوید حکایتون. حکایتون یعنی حکایه، قصه. جمع حکایت جمع مؤنث سالم می شود که حکایاتون، یعنی حکایه ها، قصه ها. بعد از این میگوید عمون. عمون یعنی عمک، برادران پدر. عمون، عمک. جمعش میشود اعمامون، یعنی عمک ها. بعد از این میگوید هدیتون. هدیتون یعنی هدیه، تحفه. جمعش میشود هدایا، یعنی هدیه ها، تحفه ها. بعد از این میگوید سنتون. سنتون یعنی سال. جمعش میشود سنواتون، یعنی سالها. بعد از این میگوید وقتون. وقتون یعنی که وقت، زمان، وقت. جمعش می شود اوقاتون، یعنی وقتها، زمانها. بعد از این میگوید ضعیفون. ضعیفون یعنی ضعیف، ناتوان، به حرکت یا کم حرکت. جمعش می شود ضعفاء، یعنی ضعیف ها، ناتوان ها. ضعفا همچنین صیغه غیر منصرف است به سبب الف ممدوده مؤنثه. بعد از این میگوید صباحیون. صباحیون یعنی صبحگاه یا سحری. سحری. اصلا صباحی آن را میگویند که شه و عروس یکم سحری که میخیزد، انا همون سحر را صباحی میگویند عربها. یکم شب و یکمین صبح و سحری که شه و عروس
میخزند، انا همون را صباحی میگویند. یا که صباحی اصلا در زبان عربی هدیه و تحفه که عروس یکم روز برای خسرش، یعنی پدر شوهرش، مادر شوهرش یا برادران شوهرش هدیه‌ای که میدهد، انا همون را صباحی میگویند. اما در اینجا صباحی با اون معنا نیست. صباحی در اینجا صاحب کتاب به معنای سحری، به معنای صبح سحری استفاده بردگی هستش. یا میشه صباحی را بگیم نام است، یا نام یک چیز را صباحی موندن، یک نام را، یک بگیم یا روزنامه را نامش موندن صباحی، این طورم بگیم میشود. بعد از این میگوید ماضین. ماضین یعنی گذشته، ماضین یعنی زمان گذشته. از این سو میگیم فعل الماضی. ماضی همین است، یعنی فعل گذشته. ماضین در اصل ماضیون بود، در واقع یا داشت ماضیون، اونیا ماضیون بود، اونیا حرکت داشت، یا در حرکت هر فعل ثقیل بود، حرکت یا را گرفتیم شد التقاء ساکنین بین یا ماضی یا و نون تنوین ماضیون، نون تنوین التقاء بین هر دو اینها شد، یا را حذف کردیم. وقتی یا را حذف کردیم تنوین تابع حرکت ما قبل شد، ماضی یک کسره داشت، یک کسره دیگر زیاد کردیم شد ماضین. ایرا میگن اعلال قاضین، در حالت رفع و در حالت جر اون یا حذف میشه و همین طور گفته میشود ماضین. اما در حالت نصب آشکار میشود. مثلا میگو که ماضیان یا برمیگردد. ماضی نکنون اصل ماضیون بود، یا حذف شده است در این کلمه. اگر الف لام بیاره میگیم الماضی یا برمیگردد الماضی. بعد از این میگه ولذالک. ولذالک یعنی از برای همین. بعد از این میگه السنه الماضیه، سال گذشته. ببینید ماضی یا را دیدید یا برگشت. السنه الماضیه یعنی سال گذشته. بعد از این میگه نهارک سعید، یعنی روزت خوش باد. نهار روز، سعید خوش، خوشبخت. نهارک سعید یعنی روزت خوش باد. بعد از این میگه اهلا و سهلا. اهلا و سهلا یعنی خلاصه ترجمهش خوش آمدید. اما این اهلا و سهلا یک عباره است که برای مهمان یا کسی را میخوای خوش آمدید بگویید، برای اون مهمان یا برای رفیقات وقتی که واخوردید این سخن را میگویید که اهلا و سهلا. برای چی اهلا منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول بهی است. مفعول بهی برای فعل محذوف است. اصلش چی است این اهلا و سهلا را؟ اصلش یعنی صادفت اهلا لا غرباء و وطئت سهلا لا وعرا. اصل این کلمه همین طور است. اینقدر کلمه را حذف کردن، همین دو تاش را موندن که اهلا و سهلا، خلاص. یعنی چی؟ این اصلش را اگر نوشته بگیرید پس حفظ کنید که صادفت اهلا لا غرباء، یعنی واخوردی خانواده خودت را. اهلا ببین مفعول بهی شد. واخوردی تو خانواده خودت را، لا غرباء نه بیگانه را. یعنی واخوردی اهل خودت را، خانواده خودت را، نه بیگانه را. و سهلا می شود وطئت سهلا لا وعرا، یعنی طی کردی راه را آسان. سهلا یعنی با آسانی، مفعول بهی وطئت. لا وعرا نه با دشواری، یعنی وطئت سهلا یعنی طی کردی راه را با آسانی، آسان. لا وعرا نه با دشواری و نه راهی بگیم مشکل دار. اصل کلمه این طور است. اما بعضا خوش آمدید را این طور میگویند که اهلا بیک مثلا، یا مرحبا بیک. اهلا بیک، مرحبا بیک، اما اینها یعنی خوش آمدید ترجمه می شود. پس اصل این کلمه این طور است. پس اهلا یک از بگه برای چه منصوب است؟ میگید برای مفعول بهی است.
برای فعل محذوف سهلا همچنین. بعد از این میگوید دخل الجامعه، یعنی داخل اونیورسیته شد. دخل فعل ماضی داخل شد در اونیورسیته، یعنی که داخل شد به معنای خودش داخل اونیورسیته شد یا نامش را در اونیورسیته ثبت کرد برای خواندن. هر دو معنا قطعی می شود. بعد از این میگوید این رو میگن حرف مشبهه به فعل. این حرف مشبهه به فعل است. اینها همگی 6 دانه هستند. این، ان، کأن، لکن، لیت، لعل. اینها 6 دانه است. این را در الاجرومیه خوندگی هستیم از این و ان اخواتش قطعی، خواهرهاش قطعی. و اینها 6 دست. اینها چیکار میکنن؟ در اول مبتدا و خبر میدروین، اشتباهی که کانه و اخواتش گفتیم 13 دانه هستند. در اول مبتدا و خبر میدروید. این و انم در اول مبتدا و خبر میدروید با خواهرهایش. اما این اول مبتدا را نصب میکند میشود اسم این، خبر را رفع میکند میشود خبر این. مثالش مثلا میگیم که زیدون قائمون، زیدون مبتدا قائمون خبر، هر دوش مرفوع هستند. اگر این را بیاره میگیم این زیدن، زیدون بود زیدن شد، برای این در اولش در آمد. این زیدن قائمون، پس زیدن میگیم اسم این، قائمون خبر این. چطوری که در کانه میگفتیم اگر کانه در اولی قام زیدون قائمون بیاره میگیم که کان زیدون قائمن، برعکس این عمل میکنه. یکمش مرفوع میکنه دیمش منصوب، اما اینه یکمش منصوب میکند. این زیدن. دقت دادید؟ بعد از این میگه انه، یا این ترجمهش به تاجیکی میشود هر آینه، به تحقیق، به درستی، همینطور ترجمه کرده میشود. بعد از این میگه انه هر آینه وی، هود در اینجا اسم اینه اومد، در محل نصب اسم اینه. بعد از این میگه اما قرأ، یعنی آیا نخواند وی، اما قرأ مامای نافیه است. همزه استفهامیه. آیا نخواند و یک مرد، قرأ را فاعل ضمیر مستتر هو. بعد از این میگه اما قلت لک، یعنی آیا نگفتم برای تو، همزه استفهامیه مامای نافیه، قلت فعل فاعل، لک جار و مجرور. بعد از این میگه زاره یعنی زیارت کرد، زیارت کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن باشه میگیم زیارت کرد و یک زن در زمان گذشته. فعل مضارعش میشود یزورو، زیارت میکند و یک مرد در زمان آینده. اگر زن باشد میگیم تزورو، زیارت میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش میشود زور یعنی زیارت کن. و زن را بگیم میگیم زوری، زیارت کن تو زن. بعد از این میگه زیارتون یعنی زیارت کردن. اکنون زار یزورو این اجوف است، اجوفی واوی است، از باب نصر ینصرو است، و مثل قال یقولو. قال را گفتیم در اصل قوله بود، زاره در اصل زوره است، زوره. واو متحرک مقابل مفتوح قلب الف شد زاره. یزورو چطوره در یقولو گفتیم، یقولو در اصل یک ولو بود، واو حرکت در قاف دادیم شد یقولو. یزورو همچنین در اصل یزورو بود، واو حرکت در ز دادیم شد یزورو. پس این از باب چند است؟ از باب یکم ثلاثی مجرد، از باب نصر ینصرو. پس این از کلمه های نوی درس 36م کلمات نوش اینها هستند. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 36. صاحب کتاب میگوید فی ید زهرته سطل و فی السطل لبنون، یعنی در دست زهره نام دختر، نام زن، در دست زهره سطیل است و در سطیل شیر است. زهرته غیر منصرف است، از این حساب کسره را قبول نکرد. مضاف الیه باید کسره میشد، اما غیر منصرف که است کسره را قبول نمیکند. فی یدی جار و مجرور متعلق به کون، خبر مقدم، سطلون مبتدا مؤخر. بعد از این میگوید
بعد الغداء نذهب الى الملعب لنلعب بكرة القدم. میگه بعد خوراک صبحانه، غدا خوراک صبحانه، بعد خوراک صبحانه می رویم به سوی میدان ورزش تا اینکه بازی بکنیم فوتبال. این بایی برای تعدیهش بگیم یا بای زایده، تا اینکه بازی بکنیم فوتبال. اکنون میگه که بعد از منصوب است برای چی؟ به خاطر اینکه ظرف است. بعد مضاف، غدای مضاف الیه. نذهبو فعل مضارع فاعل ضمیر مستتر نحن، الى الملعب جار و مجرور، لنلعبه اصل نلعبو بود. برای چی نلعبه شد؟ برای اینکه لام تعلیل است، بعدش یک ان منصوبه جوازن مستتیر است. لان نلعبه اصل ان هست، لان نلعبه. به کرتی برای حرف جره زائده که برای حرف تعدیه. کرتی اسم مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به نلعب مضاف القدمی مضاف الیه. بعد از این میگه هل معک ساعتک، یعنی آیا همراه تو است ساعتت؟ معک در اینجا همراه تو است. هل معک ساعتک یعنی آیا همراه تو است ساعتت؟ میگه لا، نه. ساعتی لیست معی بل هی فی حجرتی علی مکتبی. میگه ساعت من نیست همراه من، بلکه وی در حجره من است بالای میز من. دقت دادید؟ ساعتی مبتدا، لیست افعال ناقصه در محل نصب، در محل رفع خبری ساعتی خبری مبتدا. لیست اسمش ضمیر مستتر تقدیر هی برمیگرده به ساعت. معی ظرف متعلقش کائنا می شود خبری لیست. بل اضرابیه هی در اینجا میتونیم بل اضرابیه بل اضرابیه است. بله هی در اینجا مبتدا است، فی حجرتی جار مجرور خبر هست، جار مجرور خبر است. بعد از این میگوید ایو یوم هذا، یعنی کدام روز است این، یعنی امروز کدام روز است؟ ایو یوم هذا، امروز کدام روز است؟ میگه هذا یوم العید، امروز روز عید است. هذا یوم عید المسلمین، امروز روز عید مسلمان ها است. من این سمعت هذه الحکایت، یعنی از کجا شنیدی این حکایت را؟ از کجا شنیدی این حکایت را؟ سمعت فعل فاعل، هذه مفعول به در محل نصب، حکایت بدل از هذه. بعد از این میگوید قرأتها فی الجریدة الصباحیة، یعنی خواندم وی را. قرأتها فعل فاعل مفعول به، تو فاعل ها در محل نصب مفعول به. فی الجریدة در روزنامه صباحیه، میشه بگیم در روزنامه صباحیه، یعنی روزنامه مثلا امروز میبریم روزنامه مثلا نام دارد، روزنامه مثلا آزادی، روزنامه نمیدونم دیگر نام هایی که هست و مثل همون. یا که روزنامه صبحانه شم بگیم میشد صباحیه، روزنامه صبحانه، روزنامه صبحانه، روزنامه که هر سحر میبراید. بعد از این میگوید بیت عمی قرب النهری، یعنی خانه عمک من نزدیکی نهر است، یعنی نزدیکی دریا است. خانه عمک من نزدیکی دریا است. بیت مبتدا مضاف، عمی مضاف الیه با مضاف الیه یا متکلم مضاف الیه. قربه این ظرف است، قربه ظرف است، قربه مضاف، نهری مضاف الیه. قربه متعلقش کائنون خبری بیت میشد، خبری مبتدا. بعد از این میگه زرتو یعنی زیارت کردم. زرت عمی و قلت له نهارك سعید یا عمی فقال لی و نهارك یا سهیل اهلا و سهلا بك عندي لك هدایا. یعنی که زرت عمی زیارت کردم عمکم را، و قلت له گفتم عمکم را، له برای وی، هو ضمیر برمیگرده به عم،
عمک. گفتم برای وی نهارک سعید یا عمی، یعنی روزت خوش باد ای عمکم. نهارک سعید یا عمی، روزت خوش باد ای عمکم. فقال لی، پس گفت برای من، فعل ضمیر تقدیر هو، فقال هو، پس گفت وی برای من، و نهارک، و نهارک یعنی روزی تو هم نیز، روزی تو هم نیز. یا سهیل، ای سهیل. سهیل مبنی علی الضم فی محل نصب. اهلا و سهلا بک، اهلا مفعول به فعلی محذوف برای خاطر منصوب است. اهلا و سهلا بک یعنی خوش آمدی تو، خوش آمدی تو. عندی لک هدایا، عندی یعنی در نزد من، یا دارم من برای تو. اینجا دو ترجمه جایز است، ممکن است. دارم من برای تو هدیه، یا در نزد من برای تو هدیه ها است. هدایا جمع هدیه، تحفه، هدیه، هدیه ها است. بعد از این میگوید فاطمه طالبه فی المعهد، فاطمه دانشجو است در مکتب، معهد. فاطمه مبتدا، طالبه خبر، فی المعهد جار و مجرور. فاطمه طالبه مجتهده نشیطه تحب القراءة والکتابه، یعنی فاطمه دانشجوی کوشش کننده چقان است، چالاک است، دوست می‌دارد خواندن و نوشتن را. فاطمه مبتدا، طالبه خبر، مجتهده صفت یکم طالبه، نشیطه صفت دوم طالبه، تحب القراءة والکتابه جمله فعلی در محل رفع خبر سیوم طالبتون. دقت داده؟ یا میتونیم که حال از فاطمتون بگیریم، یا که طالبتون اگر که بگیریم صفت میشود. پس میگوید فاطمه طالبتون، فاطمه تنوین قبول نمیکنه، غیر منصرف است. طالبتون مجتهدتون، دانشجو دختری کوشش کننده است. نشیطتون زیرک و چالاک است. تحب القراءة دوست می‌دارد. فاعل تحب چی است؟ فاعلش هی است. تحب هی یعنی فاطمه، دوست می‌دارد و یعنی فاطمه. القراءة مفعول به تحب است و الکتابه بدل از القراءة است. بعد از این میگوید دخلت المعهد في السنة الماضية و قبل ذلك درست في المدرسة. میگه داخل شد در معهد، دخلت در آمد، داخل شد. فاعل ضمیر تقدیر هی یعنی فاطمه. دخلت المعهد، این تی کسرش کسره آردیه است، یعنی داخل شد در معهد، یعنی نامش را داخل کرد در معهد، یعنی در مکتب. فی السنة الماضیه در سال گذشته. فی السنة الماضیه، سنه اسم مجرور، الماضیه صفت سنه. و قبل ذالک و پیش از اون میگه درست، درس خوانده است. فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هی، درست هی. فی المدرسه در مدرسه. پس معهد رو میشود بگیم که مکتب میانه، مدرسه رو میشود بگیم که صدیق، یا پیش از مکتب میانه درسای خصوصی که میرود اون میشود. اما همه این را ما مدرسه مکتب ترجمه کرده رفته ایستادیم. بعد از این میگوید فاطمه الان مریضتون، فاطمه میگد حال حاضر بیمار است. فاطمه مبتدا، الان ظرف، مریضتون خبر فاطمه. فاطمه مؤنث است، مریضتون ببینید مؤنث شد. مبتدا مؤنث که است، خبر مؤنث شد. میگوید که اما ذهبت الى الطبیبی، آیا نرفت به سوی پزشک، به سوی دکتر؟ همزه استفهامی، ما نافیه. ذهبت فعل ماضی، تا علامت تانیث، فاعل مؤنث است، حرف است، علامت تانیث است. فاعل ذهب چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر هی، یعنی برمیگرده به فاطمه. الى الطبیبی. بعد از این میگه لا یعنی نه، حرف نفی. ما ذهبت الى الطبیبی انها ضعیفه جدا. میگه که ما ذهبت یعنی نرفته است به سوی بیمار. هر آینوی ضعیف است به نهایت، هر آینوی
به قوت است، ناتوان است به نهایت. ولذلك ما ذهبت الى الدروس و ما خرجت من البیت، و برای همین میگوید نبرآمد و برای همین میگوید نرفت به سوی درس ها، یعنی اشتراک نکرد در درس ها، و ما خرجت من البیت و نبرآمد از خانه. اکنون دقت بتید، ما مای نافیه ذهبت فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر هي برمیگرده به فاطمه. الى الطبیب انها ها اسم این است، ضعیفتون میبینید خبر این است در اینجا. جدا مفعول مطلق برای فعل محذوف است، اجد و جدا برای فعل محذوف برای خاطر منصوب است. جدا به نهایت بسیار. ولذلك ما ذهب، ما مای نافیه ذهبت فعل ماضی فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر هي الى الدروس و ما خرجت من البیت. اینجا همچنین. بعد از این میگه ناهدتو فتاتون نشیطتون عندها کرتون تلعب بها و عندها ساعتون تعرف بها الوقت. الساعت هدیه من ابیها لها فی یوم العید. یعنی چی؟ یعنی میگه ناهیده جوان دختری بسیار چقان است. عندها کرتون یعنی دارد وی، عندها دارد وی ترجمهش میکنیم در اینجا، در نزد وی نمیگیم، دارد وی. کرتون توپ دارد، تلعب بها بازی میکند به همون توپ، ها ضمیر به کره برمیگردد. و عندها و دارد وی یعنی فاطمه ناهیده، یعنی دارد ناهیده ساعتون ساعت دارد میگد. تعرف بها الوقت میداند میشناسد به اون وقت رو، یعنی وقت رو میفهمد که ساعت چند شدگی است. از ساعت هدیه من ابیها، ساعت هدیه است از پدرش، ها برمیگردد به ناهیده، ساعت هدیه است از پدرش. لها فی یوم من ابیها لها فی یوم العید، یعنی از ساعت هدیه من ابیها لها، یعنی ساعت هدیه است از پدرش برای وی، از پدرش به ها ضمیر به ناهیده است، لها همچنین ضمیر به ناهیده است. یعنی ساعت هدیه است از پدر ناهیده برای ناهیده فی یوم العید، یعنی در روز عید. در روز عید پدرش هدیه تحفه داده بوده است دخترش را همچون ساعت. پس این هست حوار و درس 36 از کتاب تعلیم زبان عربی و درس 36 را در اینجا به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.